سلام دوستان، خوش اومدید به این ویدیو جدید. بچه ها، من این دفعه میخوام بهتون یاد بدم که چطور از صفحه گوشی که همینطور که من الان فیلم گرفتم از صفحه گوشیتون فیلم بگیرید. آقا چیز خاصی نیست. اول نتتون رو روشن میکنیم، وارد برنامه یا ابزار هست، مایکت هست یا هر چیز دیگه. ما وارد مایکت میشیم و این گزینه سرچ رو میزنیم و مینویسیم ضبط نمایشگر. این که میزنیم میایم و این برنامه برای شما میاد. این برنامه میتونه صفحه نمایش شما رو بگیره. ممنون میشم که این ویدیو رو دیدین. لطفا ویدیو رو لایک کنین. اگه این ویدیو به 10 تا لایک برسه، من قسمت بعدی درباره یه چیز دیگه میذارم. ممنون میشم. خدا نگهدار.